نگین خوزستان به رودخونه شفاف و جذابش معروفه. بریم امروز با هم دیگه یکی از جاذبه‌های زیبای استان خوزستان یعنی دسفول رو ببینیم. تفریحگاه ساحلی علی کله یکی از جاذبه‌های دسفوله که توی اون یه پل معلق می‌بینید که میتونید به راحتی عرض رودخونه رو طی کنید. از پل معلق که بگذریم میریم جلوتر و آشنا میشیم با جذاب‌ترین قسمت علی کله که سد علی کله است. یه سد با آب بسیار شفاف و زلال و شیرین. سد علی کله از 7 خروجی آب درست شده. 3 دریچه سمت چپ، 3 دریچه سمت راست و دریچه وسط هم دریچه اضطراریه. اگر مقصد سفرتون دسفوله حتما یه سر به علی کله بزنید، از این طبیعت زیبا لذت ببرید، تنی به آب بزنید و یه صفا به جسم و روحتون بدید. اگه خوشتون اومد یه لایک و سابسکرایب مهمونم کن.